درود دوست من، کیان هستم. به کلبه خوش اومدی. رسیدیم به فصل ششم کتاب اکنکار کلید جهان اسرار و توی این فصل ما عمیق میشیم روی موضوع که اک چیه و کلاً داستان از چه قراره. خیلی ربط پیدا میکنه به اون بحث جهانبینی اکنکار و ما این که در مکتب اکنکار چه جوری به دنیا نگاه میکنیم. بیاین اینجوری شروع کنیم. من هیچ ایده‌ای ندارم که قرار این بحث چطور بره جلو. خب 2 تا 3 تا موضوع 3 تا سرفصل اصلی تونستم از توی این بخش جدا کنم و یکیش بحث اکه، یکیش بحث اینه که قرار ارتباط برقرار کردن با اک چه دستاوردی داشته باشه و یکی بحث اون فلسفه نگرش زندگیه که ما توی اکنکار داریم. اینا رو قرار یه جور به هم ربط بدم ببینیم چه جوری بحث میره جلو. در ابتدا بحث اومده بود اینجوری مطرح شده بود که ما برای سفر روح 3 اصل بعد در نظر بگیریم: تفکر، نور، صوت. خب یه مقدار گنگ مطرح شده بود واسه من. بعد من وقت گذاشتم اینو بالا پایین کردم مطلبو و دیدم در اصل داستان اینه که این داره بحث برقرار کردن ارتباط با اک در سفر روح مطرح میکنه. من خوب این چیز دوربین اینجوری بدم. آره، داره برقرار کردن ارتباط با اک رو در پروسه سفر روح داره مطرح میکنه. یعنی چی؟ این وقت از تفکر صحبت میکنیم. توی ویدیوی قبلی داشتیم، توی فصل قبلی، که خب ذهن ما به عنوان یک کالبد یک عملکردی داره که اون عملکرد تفکر کردنه. خب در مبنای یک سری الگوهای از پیش تعیین شده. ما حالا اگر بر مبنای تمرین، بر اثر تمرین متوالی انضباط معنوی داشتن، انضباط شخصی داشتن در این زمینه، بیایم این الگوهای از پیش تعیین شده ذهنمون رو به گونه‌ای باز تعریف کنیم، باز تنظیم کنیم که این انرژی حیات که به عنوان روح در ما جاریه، از طریق این مجراهای فکری که ما باز تعریفشون میکنیم بتونه در مسیری که ما رو قراره به هدف زندگیمون برسونه جاری بشه. یعنی چی؟ یعنی این که ما به وسیله تفکر کردن در اصل بستری رو فراهم میکنیم برای جریان یافتن انرژی خداوند، انرژی هستی، سوگماد، اک، روح، هرچیه اسمشو بذاریم. اوکی؟ و وقتی که فکر ما تلاش خودش رو انجام بده، نیت ما در جهت اون هدف قرار بگیره، اگر ما نیتمون رو در این جهت قرار داده باشیم، در جهت حقیقت، در جهت اون بحثی که ما داریم صحبتشو میکنیم و فکر ما در این جهت تلاشش رو کرده باشه، ما به مرور میتونیم با اک ارتباط برقرار کنیم و این ارتباط با اک رو ما به 2 صورت میتونیم تشخیص بدیم. یکی نوره که نور مخصوص جهانهای پایین تر از جهان معنوی میشه، که ما میتونیم نور خداوند رو، نور سوگماد رو، نور انرژی حیات رو، من خیلی این واژه همشون با هم یکی هستن، زیاد چت نکنیم روی این واژه، اینا رو ما میتونیم تشخیص بدیم. یعنی اصلا بعد از یک مدت و این جلوه های بسیار متفاوتی داره و هر کسی به زمان اون تجربه این رو درک میکنه که من دارم چه تجربه‌ای الان دارم حاصل میکنم، چه چیزی داره بر من اتفاق میفته. اینو خود انسان درک میکنه در اون لحظه و برای خود انسان اصالت داره. خب و بالاتر از جهان معنوی این انرژی حیات، این اک، ما به صورت صوت میشه. حتی ما در جهانهای پایینتر از جهان معنوی هم صوت باز بروزهای دیگه‌ای داره، اما تنها حالت بروزش در جهانهای معنوی اون بحث صوت و اصلی ترین مبنای این انرژی صوته. حالا بیایم یکم در مورد اک صحبت کنیم، فکر می‌کنم خوبه. ببینیم، ما اگر بیایم سوگماد رو توی کتاب یه مثالی زده بود، یک اقیانوس کوچک در یک اقیانوس بزرگ. مثل این میمونه که شما یک سنگی رو توی یک برکه آب راکت انداختی و از اطراف اون سنگی که افتاده امواج آب متحدالمرکز فاصله میگیرن و بعد میخورن به لبه اون دریاچه و بعد برمیگردن باز به سمت مرکز. شما به یک گرداب در نظر بگیر. چرا گرداب؟ یک گرداب در نظر بگیر که اینجوری تاب میخوره. شما عکس کهکشان ها رو دیدین؟ این یه حالت اینجوری گرد دارن. خب
ما اگر اون مرکز رو سوگماد در نظر بگیریم، اون جایی که این انرژی حیات داره ساطع میشه، این جوهره سوگماد، اون چیزی که سوگماد از اون جنسه، خب اون چیزی که صفتها و اعمال سوگماد رو حامله، بارداره، در خود داره ازش ساطع میشه و به صورت این دایره های متحد المرکز داره جریان پیدا میکنه. این اک. خب اک چیه پس؟ اک جوهری سوگماده که از سوگماد به بیرون ساطع میشه و همه حیات، همه هستی، همه زندگی، آفرینش در این اکه. اک نیروی خلاقه است، اک نیروی آفریننده است. اک همه اون چیزیه که ما اگر بتونیم سوگماد رو بشناسیم، از این طریق میتونیم بشناسیم و همه اون چیزی که قراره از سوگماد شناخته بشه در اک وجود داره. چون خود اون مرکز، خود اون مبدأ انرژی، خود اون سوگماد غیر قابل دسترسه. خب اون غیر قابل دسترسیه، حداقل تا جایی که ما میدونیم. خب و این میشه بحث اک. حالا جنس اک، اون ماهیت اک آگاهیه. خیلی مهمه این قضیه، دقت کنیم یه لحظه. ماهیت اک آگاهیه. من روح فردی پنجره‌ایم از این اک به جهان، به هستی، نه به بیرون نه به داخل. ببین بعد این درکی که حاصل بشه، بیرون از اک چیزی وجود نداره که حالا ما یک پنجره روی دیوار اک تصور کنیم و بگیم ما داریم از پشت این پنجره به بیرون نگاه میکنیم و اون دنیا بیرونه. داخلی هم از اون صورت وجود نداره. ما اینجا با بحث مکان طرف نیستیم. خب ما یک روزنه‌ای هستیم برای بروز صفاتی از اون سوگماد که از طریق این اک جاری ان، اما نپخته ایم. خب یعنی اصلا پروسه زندگی بحث پختگی این روح فردیه که اون روح کل بتونه صفتهای خودش رو از طریق این روح فردی بتونه بروز بده. اما اگر این نپخته بدون بلوغ این پتانسیل ایجاد میشد، خب معنا نداشت، زیاد ارزشی نداشت. پروسه زندگی برای این شکل گرفته که روح کل بتونه، یعنی روح فردی بتونه صفتهای روح کل رو بروز بده. خب میگه این صوت اک، خب چیزی که ما بحث انرژی صوتی حیات، مترادف هر چیزی است که خدای تعالی است و همه آنچه در تمام جهانها انجام میدهد. صوت تمام، خیلی جمله جالبی، میگه صوت تمام وجود الهی در عمل است و تمام خصوصیات سوگماد را در بر میگیرد. سوگماد متعال خود را از طریق نور و صوت قابل شنیدن میکند. و اینجا میرسیم به یک موضوع اصلی که بحث ارتباط برقرار کردن با اک میشه، که میگه ارتباط برقرار کردن با نور و صوت باعث تسکیه ذهن و روح میشود. این یعنی چی در عمل؟ گفتم که اک ماهیتش آگاهیه. من روزنه‌ای از این اک هستم، به عکس العملی هستم به اون چیزی که در حال هستنه. خب من یک سطحی از این انرژی رو بروز میدم. من با افزایش ارتباطم با اک در اصل دارم آگاهی رو به دست میارم، چون ماهیت آگاهیه. یعنی یا برعکس، من با افزایش سطح انرژی خودم در اصل به رده های بالاتری از اک دسترسی پیدا میکنم و اون آگاهی با خودش برای من به همراه داره. و آگاهی یعنی تسکیه مگه چیه؟ تسکیه پیدا کردن خط تعادل و اصلاح عادت هاست، اصلاح الگوهای فکری. اینا تسکیه دیگه. تسکیه مگه قراره چی باشه؟ عمل تقوا عمل چی؟ ایمان تقوا عمل صالح که نیست. خب این تسکیه اینجوری حاصل میشه دیگه با آگاهی. اصلا اون چیزی که درست نیست خودش خیلی جالبه. اون چیزی که درست نیست جهل دیگه. جهل اون جاییه که آگاهی نیست. آگاهی کجاست؟ جایی که شما بتونی با یک ارتباط درست، ارتباط هوشیارانه برقرار کنی. یعنی شما اصلا کل اون 100% اک رو در خودت داری به عنوان روح. بازی اینه که به اون آگاهی هوشیار بشی. خب و آره میگه صوت در واقع جریان موجی است که مجموعه تعالیم منتشر شده توسط خدا را در بر میگیرد. این تعالیم منتشر شده این نبود یک کتابی جزوه‌ای باشه، همون صفات‌های خداوندی، همون صفات‌های داشتیم توی فصل اول، حکمت، قدرت و عشق.
این اون آزادی یا قدرت، عشق یا ایثار، حکمت یا خرد، خب این همونه دیگه. همه این آگاهی در این سه تا چیز میشه، همه رو شامل میشه و این بحث بروز ایناست. بله، میگه اک همه آن چیزی است که خدا هست، آن چیزی که خدا گفته، اون چیزی که خدا انجام داده و تمام صفتهای خداوند رو در بر میگیره. و اک تنها طریقیه که سوگمات یا روح کل میتونه خودش رو در آگاهی انسانی متجلی کنه. من دیروز یا امروز یکی از دوستان، یکی از بستگان یک ویدیویی برای من فرستاد. یه زمینی بود که خدا داره، یه مارکتی بود، در اون پایین دعا میکنن خدا با آبپاش داره آبپاشی میکنه فلان بهمان، داره دعای اونا رو برآورده میکنه اینا. بعد باز من برگشتم، وقتی این کلیپو دیدم برگشتم به این نکته که تا که ما انسان ها میخوایم تصور کنیم که خدای اون بیرون هست و قراره که مواظب ما باشه و نگران ما باشه و چرا یه بار اساسی خیلی از ما نمیشینیم به مبحث خدا، به اینکه خدا واقعا کیه، چیه، چه جوری قراره کارکرد داشته باشه اساسی فکر کنیم. و اگر اینجوری بشینیم اساسی فکر کنیم و اون بی‌طرفانه بدون اینکه در نظر بگیریم اینجوری دوست دارم باشه، اینجوری دوست ندارم باشه، چه جوری من میپسندم خدا باشه، خب یا چجوری باب میل منه که این حقیقت شکل گرفته باشه، اگه اینا رو بذاریم کنار یعنی آگاهی حاصل میشه. میگه روح کل یا اک میتواند با صوت شنیده شود که در این صورت ما خدا رو شنیده ایم، با نور دیده شود که ما خدا رو دیده ایم و با فکر دانسته شود که ما خدا رو دانسته ایم. خب اک مانند موج رادیویی که از مرکز اقلیم خداوندی به تمام جهات جریان می‌یابد. ما وقتی که این اک به صورت این دایره‌های متحول مرکز داره میره، ما یک جریان خارج از مرکز داریم، داره از مرکز ساطع میشه. خب یعنی همینجور که داره دور این تاب میخوره، این دامنه بیشتر میشه، فاصله از مرکز اون انرژی بیشتر میشه و یک جایی که ما در ویدیوی قبلی صحبت کردیم، بحث شکل‌گیری جهان‌های یعنی جهان‌های معنوی تمام میشن، طول موج بالا میره، بسامت پایین میاد، جهان‌های روانی مادی شکل میگیرن و در انتهای این مسیر جهان‌های یعنی جهان مادی قرار داره. و در انتهای این مسیر یعنی همین جهان فیزیکی، جهان کهکشان‌ها، این یک جریان برگشت به سوگمات هم وجود داره. یعنی یک سری دایره‌های خروج از مرکز داریم، یک سری به سمت مرکز داریم که ما تمرکزمون روی این به سمت مرکزه. ما باید مثل این میمونه که خودمون رو سنجاق کنیم به این انرژی برگشتن و این ارتباط با اک اینجا معنا پیدا میکنه، چون ما به وسیله این موجی که داره برمیگرده، خب این باعث افزایش آگاهی میشه. ببین ما اینو همش باید در نظر بگیریم. آگاهی چیه؟ اکه. ما با افزایش آگاهیمون در اک داریم بالا میریم، در اک با اک داریم ارتباط برقرار میکنیم. اک چیه؟ اک نردبان رسیدن به خونه است، به سوگماده. خیلی مسئله فکر میکنم اینجوری تصویر سازی کنیم مشخص میشه. یه صحبتی اینجا بدن اینم اینجوری بگم که این ارتباط با اک در اصل همون گفتیم انرژی آگاهی و بحث فرکانس دیگه. یعنی ما هر چقدر فرکانسمون بالاتر بره توی این بحث انرژی، اصلا این رو در اعمالمون، در ذهنیتمون، در رفتارهامون می‌بینیم. ببین این کارکرد بدنهای ما یک ارزیابی، یک معیار برای ارزیابی اون سطح آگاهی درونی ما. یعنی در انتها هیچ چیزی وجود، ما این قسم مورد آخر این ویدیو می‌خوام در مورد صحبت کنیم، در انتها هیچ چیزی وجود نداره. خب در انتها هیچ بحثی نیست. این چیزی که ما به عنوان خیر و شر و نیک و بد و این چیزا میبینیم، این بروز کالبدی این بحث اکه. نمیدونم چقدر میتونم این مسئله رو توضیح بدم. یه صحبتی داریم در این زمینه، بحث ذکر هیو مطرح میشه. من توی کانال تلگرام کلبه ذکر هیو رو گذاشتم که ماهان تا چطور تلفظش میکنه، نحوه تلفظش به خاطر اون بحث فرکانس خیلی مهمه. یک تمرین بسیار قویه و من فکر میکنم هر کسی که این تمرین رو انجام بده خیلی به راحتی تاثیراتش رو آنی میتونه دریافت کنه. یعنی آنی منظورم با 3-4 بار تمرین کردن این قشنگ در خودش انسان تاثیر رو تشخیص میده. به همون صورتی که ما بحث مراقبه رو یه صحبت کوچولویی کردیم راجبش، اینم بحث همونه، فقط در همون مدت 20 دقیقه مراقبه، 30 دقیقه مراقبه، ذکر هیو رو آدم میتونه زمزمه کنه، تنها بود میتونه یه کوچولو صدای بلند داشته باشه برای خودش زمزمه کنه و
این خیلی تاثیر داره توی اصلا توی برقرار کردن تعادل بین فرکانس کالبدهای مختلف آدم، خیلی تاثیر داره. من معجزه ها دیدم شخصا از ذکر هیو و خیلی وقتا هم تشخیص ندادم، یعنی بعدن یادم افتاد اونجا اینجوری شده، اونجا اینجوری شده و خیلی جا هم تونستم خدا رو شکر تشخیص بدم. و آره این بحث قسمت اول بود، بحث اک، و میرسیم به اون دستاوردی که اک قرار بود برای ارتباط برقرار کردن با اک برای ما داشته باشه، که در نهایت تهش بر رهایی از چرخه تناسخ و کارما. خب من نمیخوام الان وارد بحث تناسخ و کارما بشم، ما در ادامه به اینا میرسیم، چون خیلی ما در این موارد بعد صحبت کنیم، چون خیلی اشتباه مطرح شدن. خیلی شما وقتی این موضوع جدیده، مثلا شما شاید این کلمه اک رو تا الان نشیده باشی، من میام تعریفی میکنم، شما یه چیزی تو ذهنت مثلا جا میگیره، خودت میری مطالعه میکنی، تکمیلش میکنی. خب اما وقتی من بیام الان راجع به کارما صحبت کنم، من اول بعد بیام کلی صحبت کنم که آقا کارما این نیست که من یکی زدم تو گوشه تو یکی میاد میزنه تو گوشه من. این کارما نیست، کارما چیز دیگه است. این هم هست اما این نیست. خب بعد مسائلی که مطرح شدن و یک ذهنیت از قبل در واسه ما وجود داره، یه مقدار صحبت کردن توشون نیاز به تبحری داره که شاید هنوز من اونو به اون حدی که باید ندارم، من به محدودیت‌های خودم واقف هستم به صورت کامل. این ارتباط برقرار کردن با اک، بحث رهایی از تناسخ و کارما، بحث اینه که ما وقتی که این ما گفتیم دیگه، ببین همش اصلا علمیه داستان. شما یک محدوده ای، این فرکانس، این بسامت اومده پایین، طول موج رفته بالا، جهانهای روانی مادی شکل گرفتن و به محض شروع شدن شکل گیری جهانهای روانی و مادی ما بحث تناسخ و کارما رو داریم، چون که بحث شکل گیری مکان، زمان، انرژی و ماده پیش میاد. و این تناسخ و کارما دو تا قانون اصلی هستند که بر مبنای اینا زندگی شکل گرفته. یعنی کارما سختی هر مرحله رو مشخص میکنه از این بازی، یه بازی کامپیوتری در نظر بگیرید، و تناسخ میبره به مرحله بعدی. خب یعنی تناسخ اون چیزیه که ما باش میریم مرحله بعدی و کارما سختی اون مرحله بعدی رو قرار برای ما مشخص کنه. در این مورد اجازه بدید بعداً بپردازیم. اما چیزی که اکنکار به ما پیشنهاد میکنه، به قول آلمانیا انگبوت، این واسه این به شما میده، اینو میگه من به تو این رو مژده میدم، بشر، انسان، که شما آزادی کامل از تناسخ و کارما رو در همین زندگی میتونی به دست بیاری، برخلاف چیزی که ادیان به تو میگن که تو بعد بمیری حالا ببینی بعدش چی میشه. میگه تو در حین زندگی کردن همین لحظه همینجا در خودت میتونی همش رو به دست بیاری، چون که سوگمات چیزی غیر از تو نیست، چون که تو چیزی غیر از اون سوگمات، غیر از زندگی نیستی. و راهش هم از طریق همون تمرین‌های معنویه که بیسش همونه که صحبتشو کردیم، یعنی همش همونه. شما هر چقدر ادامه بری جلو همش همونه. یه بحث تمرین‌های معنوی، انجام دادن تمرین‌های معنوی، بحث رعایت انضباط شخصی، دیسیپلین آدم داشته باشه برای زندگیش و باهاش بمونه، با این مسیر بمونه، این مسیر رو ادامه بده و باور داشته باشه، پذیرش داشته باشه، به دست بیاره، تجربه کنه، هوشیاری رو نگه داره، در خودش زنده کنه. همش همینه. و میگه شما وقتی که با این ارتباط برقرار میکنی، وقتی که شما در این مسیر رهایی از تناسخ و کارما قرار میگیری، در انتها اینو متوجه میشی که هیچ چیزی بجز در زندگی امروز ما، من الان زندگی دارم میکنم، در هیچ چیزی بجز در تعادل زندگی کردن وجود نداره. یعنی کل داستان باز وقتی ما به مرحله عمل و رفتار در موقعیت‌های زندگی امروزمون میرسیم، بحث رعایت کردن تعادل، خط تعادل، پیدا کردن تعادل توی صفات‌ها و رفتار، چیزی که بسیار سخت، خیلی استاد خیلی میگه خیلی چیز آسونیه، خیلی واسه من سخته خیلی جا. و این پیدا کردن تعادل یک سری ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی با خودش داره که شما یه مقدار واقعا غیر وابستت میکنه، غیر جستجوگرت میکنه، دیگه جستجویی نداری، طرفداری نداری و دشمنی و مخالفتی هم با چیزی نداری. میگه این خیلی چیز جالبیه، میگه شما به مرحله‌ای میرسی که اصلا میدونی به همون دنبال نور و صوت هم نباید بگردی، چون همون هم اصلا وجود نداره. میگه اون هست تا زمانی که به تو راه نشون بده، اما وقتی تو به مقصد رسی میفهمی که همون نور و صوت هم در اصل وجود نداره، چون اصلا چیزی وجود نداره. میگه همش خرده و این خرد هست. خیلی سخته در این داستان صحبت کردن. بریم برسیم به قسمت آخری که تو این بحث مطرح میشه، فلسفه هیچ بودن.
بنیانی برای زندگی در جهانی از هیچ. میگه هنگامی که از تلاش برای پر کردن خلا در جهان دست برداری، میگه شما به عنوان روح چشمتو باز میکنی، تصور کن یه لحظه تو باز کردی، یک جهانی میبینی از خلا. شما اولین تلاشی که در شما شکل میگیره اینه که این جهان رو پر کنم، چیزی در این مکان قرار بدم، و شما تمام زندگی های متوالی رو سپری میکنی برای قرار دادن اجسام در این مکان. میگه شما زمانی که از این تلاش دست برداری و با این خلأ، با این هیچ رو بپذیری، درکش کنی، هوشیار بشی بهش، باش ارتباط برقرار کنی، شما به مرحله دریافت و ایثار بیواسطه از انرژی طبیعت، از انرژی سوگماد، از خدا، هر چه اسمش میذاریم، میرسیم. و این بنیان فعالیت روح به عنوان یک واحد هوشیاری است. یعنی اونجاست که ما میتونیم اون چیزی که به عنوان سوگماد هستیم رو بروز بدیم، به عنوان جزئی از سوگماد، تکی از سوگماد هستیم رو بروز بدیم. میگه تا هنگامی که ما به عنوان واحدهای فردی فعال هوشیاری خود را از همه چیز خالی نکنیم، قادر به دریافتن حقیقت نخواهیم بود، قادر به یافتن و دریافتن حقیقت نخواهیم بود. ما تمام فاکتورهایی که در ذهنمون داریم، تمام اون چارچوب‌ها باید شکسته بشن و در ابتدا هم تلاش کنیم چیزی جاش رو نگیره، بذاریم اتفاق بیفته این چارچوبه. ما در جهانی که داریم زندگی میکنیم، در این جهان فیزیکی، ما برای اینکه بتونیم آزاد زندگی کنیم نیاز داریم که یک سری قوانین وضع کنیم و در زیر اون قوانین آزادانه زندگی کنیم. و نیاز داریم، این راه دیگه وجود نداره، چون این قوانین قراره که این جامعه رو شکل بدن، انسان‌ها اینجا باید در کنار هم زندگی کنن و اون ضعیف حقش از قوی گرفته بشه، مظلوم حقش از ظالم، این داستانه که مربوط به جوامع انسانیه. اما وقتی در جهان‌های معنوی قرار میگیریم، به خاطر اینکه کسی با حق کسی کاری نداره و همه خود رو یک جزئی از یک کل واحد تشخیص میدن، هر کس بر مبنای قوانین خودش زندگی میکنه و اون خلأ در درونش به صورتی که خودش میدونه پر میشه یا پر نمیشه و اون کلا بس فرق میکنه. و نکته آخری که من دوست داشتم توی این ویدیو بگم، 25 دقیقه هم شد الان، البته من زیاد قبلا گفتم زیاد چت نیستم روی بحث زمان واسه ویدیو، اما خب هم از لحاظ محدودیت زمانی خودم، هم محدودیت زمانی شما قطعا وجود داره. من اینو تلاش میکنم تا جایی که بشه به اصل مطلب ضربه نخوره اینو در نظر بگیرم، چون که میدونم مطلب سخته. میگه ما بدون تجربه کردن، بدون این تمرین ها، بدون این عمل به عمل در آوردن همه این حرفا، همه این چیزایی که الان میگیم و داریم بهشون فکر میکنیم، اینا همش تئوری میمونه و خب دستاورد خاصی نداره. قطعا یک سری دستاورد هم داره همین تئوریا. به چه صورت؟ ما گفتیم فکر کردن بر اساس اون الگوهای تکراری قبلیه. ما برای تغییر این الگوها نیاز به انگیزش خارجی داریم و این دانستن این چیزا خودشون یکی از این محرک‌های انگیزش خارجی دیگه، که مثلا باعث میشه، من اونجا مثال زدم، مثلا باعث میشه من با سختی تمامی که واسه شخص من داشت، مثلا سیگار رو ترک کنم که بتونم دریچه درونم رو به آگاهی بیشتری مثلا باز کنم. مثلا باعث میشه که من رفتارم با فرزندم هر روز تحت حالت خود مراقبتی یا خود اصلاحگری داشته باشم که نکنه من بر اساس اون الگوهای ذهنی از پیش تعیین شده دارم چیزی که با من رفتار شده دارم با بچه‌م رفتار میکنم و اونو مانع میشم، به جای اینکه راهی براش باز کنم مانع راهش بشم توی شکل گیری بهترین خودش. این دونستن اینا بالاخره تاثیرات خودش داره، اما اصل داستان توی تجربه کردنه و ما وقتی که مطالعه‌مون رو مستقیم توی این قضیه قرار بدیم، زندگیمون رو این پنجره ببینیم و تمرین‌ها رو انجام بدیم، اصل داستان به کمک ذکر یو قطعاً اینو هر کس تجربه خودش رو خواهد داشت. من اینو مطمئنم. خیلی مخلصم، خیلی خوشحال شدم. یا می‌بینیم همدیگه رو باز به زودی. فصل هفتم زیاد فصل حالت رمانتوره، یعنی زیاد من تلاش میکنم توی فصل هفتم یک نکته حاشیه‌ای رو مطرح کنم، چون خوندم اون فصل هم آماده کردم و توی این 4-5 روز این دو تا فصل رو میذارم. خیلی مخلصم، مواظب خودتون باشین. آرزوی بهترینا. خداحافظی.